سلام دوستان، وقتتون بخیر. میخوام این دریچه گاز رو براتون باز کنم، یعنی به خاطر شما دوستان این دریچه گاز رو من بازش کردم. میخوام ببینم این چجوری کار میکنه. ببین، دریچه گاز از اسمش مشخصه، یه دونه دریچه داره. الان این رو بهتون نشون میدم. یه دونه دریچه داره، این باز میشه، هوا بیشتر میره داخل موتور انجین و سوخت‌ساز بیشتر میشه. حالا یه سری سنسور هم، سنسور هوا و اکسیژن هم سر جای خودش. حالا انشالله بعدا اونا رو هم توضیح میدم. من اینو بازش کردم ببینم این چی داره، چجوری کار میکنه. دیس اسمبلش کردم، یعنی یه دونه موتور داره. این موتور داره. وقتی که ECU به این موتور دستور میده، اینو میچرخونه و این باز و بسته میشه. وقتی که بیشتر باز شد، یه دونه سنسور داره، سنسور KMA 220 رو اینه. KMA 220 اینجا خودش نوشته که تو دیتا شیتش نوشته Dual Channel Programmable Angle Sensor، یعنی دو کاناله است، قابل برنامه ریزی هست و زاویه باز شدن اینو میفهمه. پس این سنسور مخصوصا کارش اینه که زاویه باز شدن اینو میفهمه. فقط سنسور هوا نیست ببینه چقدر هوا میره. حالا اون سنسورها جای دیگه، قبل از این، حالا بعد از این کاری ندارم. خب الان من میخوام یه برق بدم به این، از طرف آقای ECU به این برق بدم ببینیم این باز و بسته میشه یا نه. بعدش میریم، من اینا رو پیدا کردم قبلا از روی دیتا شیتش. این پایه ها رو کشیدم طبق این و سنسور پایه هاش اومده به این. من اینجا کشیدم، براتون توضیح میدم به کدوم پایه باید ولتاژ بدیم و کدوم پایه خروجی هستش. انا اینا براتون تست میگیرم. خب پس من از طرف ECU یه ولتاژ به این میدم ببینیم این دریچه باز میشه. یعنی یه دونه موتور اینجا هست، یه چرخنده هست که زورش برسه اینو باز کنه، چون این با دست به زور باز میشه. این یعنی کار آرمیچر خالی نیست. پس این آرمیچر از طریق این چرخنده ها زورش بیشتر میشه و این دریچه رو باز میکنه. بله، پس وقتی که باز میشه این کاملا، این سنسور میفهمه. این سنسور هم از چرخش این میفهمه، یعنی این سنسوری که خود دیتا شیت گفته با مغناطیس کار میکنه، یعنی با آهنربا. الان اینو تست میکنم با مغناطیس، یعنی با آهنربا نشونتون میدم. پس این شد کار موتور. پس این باز و بسته شدنش. حالا میریم سراغ تست همین سنسوری که اینجا گفتم خدمت شما، KMA 220 هستش، نوشته Dual Channel Programmable Angle Sensor، یعنی اون زاویه دریچه رو که خدمتتون توضیح دادم، اینها باز شدن دریچه رو اندازه میگیره، مغناطیسی هست. خب اینم یه تیکه آهنرباست که میخوام نزدیکش کنم و خدمت شما نشون بدم. ببینیم پایه ها، این همون موتوره هست که پایه هاش از اینجا وصل میشه. وقتی که میبندی پایه های موتور از اینجا وصل میشه و این پایه ها 4 تا پایه IC میاد اینجا. من پیدا کردم که چی به چی هست. ببین تو این برند رو به پایین نوشته عددا رو، من عددها رو به رو به پایین نوشتم که بهتر متوجه بشید. 1 2 3 4 5. خب 3 GND یا همون گراوند زمینشه، 5 VDD همون مثبت 5 ولت باید وصل کنیم بهش طبق دیتا شیتش. خب پایه این شیشه نوشته اوت، خودش گفته 2 تا کانال رو میتونه اندازه بگیره. این یکش خروجی و یه دونه هم پایه 4ش خروجیه. خب خودش دیتا شیت گفته که اوت یا دیتا اوت خروجی به ما میده. خروجی رو من الان خدمت شما اندازه میگیرم. یعنی من یه دونه GND رو وصل کردم به پایه 3، این 3 شه، و یه دونه 5 ولت به پایه شماری 5 وصلش کردم. اینم 5 ولت رو بهش دادم. خب حالا من میخوام اندازه بگیرم خروجی رو. خروجی چیه؟ این خروجیه، پایه شماره 6 یا پایه شماره 4. من شماره 6 رو اندازه میگیرم. یه تست کلی ترش میشه این. انگار 2 تا مقاومت پشت سر هم وصله. مقاومت نیست، امپدانس یعنی برق میدی بهش، دیگه مقاومت ثابت نیست. به صورت امپدانس من از اینجا پایه‌اشو میگیرم. پس شد پایه شماره 6. این پایه شماره 6
اینم مولتیمتر خدمت شما. من وصل میکنم پای شماره 6 تا شما ببینید. خب الان 0 ولت. من مغناطیس رو نزدیکش میکنم، تغییر میکنه. یه بار دیگه ببینید تغییر میکنه، میگرمش. خب 2.5 ولت. بله کم شد. 2 4 3. حالا چرا مثلا یه عدد قبلی رو نشون نمیده؟ خب ببین این IC قابل برنامه ریزی هست، پروگرامبل، یعنی اطلاعات رو داخل خودش ذخیره کرده بفرسته به ECU. یعنی آنالوگ نیست ما اینو وصل کنیم 0 تا 5 رو نشون میده. یعنی این اطلاعات رو خودش ذخیره کرده تغییر میکنه. این از این. پس با یه آهنربا متوجه شدیم که این سالمه. اون موتورش هم که تست کردیم، برق دادیم بهش، دریچه باز و بسته شد.